زیاده از 300 نفر رایگان صاحب نقاب محافظتی طبی شدند. آن را کارمندان مرکز طبابت چینی در بازار مرکزی پنجشنبه شهر خوجند تقسیم کردند. مقصد پیشگیری از بیماری کرونا ویروس می باشد. تقسیمات نقاب محافظتی برای اهالی بار اول نیست. بعد اعلان شدن پاندمی در کشور از جانب مرکز طبابت چینی در شهر خوجند 3 مراتب نقاب‌های رایگان تقسیم شده بود. از طبابت چینی کنسولتاسیون بپرسید. تو آخری اکتبر. جمعیت دارای مسئولیتش محدود اتفاق کالج و درمانگاه‌های طبی خلقی چین در جمهوری تاجیکستان سال 2009 به فعالیت شروع نموده است. در شهر خوجند باشد مرکز طبابت چینی از سال 2018 تا این جانب فعالیت دارد. الحال در این مؤسسه طبابت 4 نفر با جای کاری دائمی تامین می باشند. 2 نفر متخصصانی با تجربه از دولت چین بیماران را معاینه و معالجه کرده مصلحت‌های مفید می دهند. 中国医院开业2年来为塔吉克人民 امروز ما تصمیم گرفتیم که وابسته به بیماری کووید 19 و پیشگیری سرایت‌یابی برای اهالی شهر خوجند و مهمانان نقاب‌های طبی به طور رایگان تقسیم نموده. اینچنین برای بیماران مصلحت‌های مفید دهیم. 在这个疫情当中，中国医院为塔吉克人民免费发放口罩。 در این درمانگاه طبابت به طور سوزن درمانی و گیاه درمانی به راه مانده شده است. اینچنین بیماری های مردانه و زنانه، کودکانه، دیق نفس، غدود زیر معده، ستون مهره، تربات، بیماری های پوست، بیدارخوابی، فشار بلندی و دیابت قند با اصول های خلقی چین طبابت کرده می شود. به گفته متخصصان مرکز بعد طبابت در مدت 7-10 روز شخصی بیمار شفا می یابد. هدف اساسی مرکزی مذکور طبابت درست و بی‌ضرر می باشد. مبلغ معالجه در این مرکز برای هر یک شخص دسترس می باشد. سراغ مرکز طبابت چینی کوچه کمال خوجندی نزدیک تئاتر تماشابینی نورس می باشد. گزارش گنجینه عالم و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.